چیه؟ علی لاشخوری آقا اکانت قلیون تموم شده این ور نیا. آقا من میدونم که بگیرم. آقا یه چیزی بگی یه تعریف کنیم. بابا نادر افکت نده جان من. نکنین دیگه قلیون کشیدم همین آدم به چه روزی میندازه. نکنه. چقدر نرم لامصب. نه بابا کاری میشم باشه. اینا رو پارسال کن میکنه. آقا مبادی آدم بگیر اونو بگیر. اومد سوتی میاد. مواد داره میاره لامصب. جوونا رو به کام بعد میگیر. رقص بیا. اینا میگیره. بابا بیا خوشتی ها. آقا اون سعیده همون جاش اینجا اونجا خاکستر بنداز بالا بابا بعد دیگه این پسره نبود آقا یکی برای من مثلا چرا میارم یکی بچه چوشی یکی از بچه بابا این بغلش باید چی بزنن زغالش نریزه دیگه دوست هم نشستیم تایی کره من این مطابق سعید اینو ما رو بزنی ها خط کن آقا خط دسته بده یا دیگه همینه اول از یه نخ سیگار شروع کرد حالا این به دو دست رسید این کامی ایجا نمیشه میکنم نمیشه کامی از اول تا حالا سعید باشه سعید آقا خودت که افتخار نمیدی بیایید حالا که میگیری مناظر رو میگیری سب کنیم نادر افکت رو بیخیال شد نادر اطلاع بدم اول نگه دارید این جماعت کرکس صفت که میبینی 3 تومن از من دزدیدن بابا اینا بودم به خدا من که با تو که آقا وایسا فرق چون کشو بگی آقا بگو برم مصفر فرق چون کشو بگو دیگه آها همینه بچه ها دوز به دوز میزنه شما گولی خب بگو چون کشو بگو کی میخواد بگه؟ خودم میدونم بالاخره یک موجود پیدا شد که از ما لاشخورتر بود این موجود لاشخور الان داره باباش میگه آنجوز در سال 81 چاله شهرم هم ایشالله برادرم من چه خودم اصلا حال نداد من از الان برای امتحان هندستانی سال بعد خودم آماده کردم کامیار جان شمایی؟ بودو کامیار شاکرم هم هستی بچه ها فقط چیزی رو من بگم اینجا فقط شد یه چیزی رو من متذکر بشم یه امتحان 3 طوری دیگه 1 ماه چون رنجش بالاست رنجش بالاست و احتمالا جورجی زیدان سوال میده و ما میخوایم با تراورس بریم اونجا تمام دیگه بعد دیگه اون موقع هم انشالله یه برنامه اینجوری میذاریم البته بگم ما از واقعا سطح بالاش از سلطان هندسه دلیل اولین افتاده ما طول 12 سال تحصیلات ما دوربین نکنیم بعد ایناست دیگه خلاصه چی بگم براتون جونم بگم بسته دیگه بس دیگه چیزی واقعا تو بگو
خداحافظی میکنم با تمام دستان دار کنم ادای باباتو در نیار خودت هست با کلاسه بود که سر قضیه چایی دیدیم. آقا کی داره میشاشه مادر داره آب تماش میریزه اینجا نکنه من برگردش و اون دانشگاه اون رشته‌ای هم که قبول شد. انشالله اینو مجید برو کنار. سال بسیار خوب. انشالله این بهترین آرزویی که میشد کرد. من باز مزاحم نشم دیگه. آقا برو کنار آقا. همین دیگه دانشگاه قبول شد. بس دیگه. زیاد خیال پردازی کردی میوتون قربون خداحافظ انشالله سال آقای مجید خان کنین گاجی سال دیگه همین امسال هم نشین. نه دیگه چای امسال هم سال خوبه اینقدر چای بود من خوردم. آقا میبخشی این دوربین رو قطع نکن. پول چای رو میدی. آره آخرام مفاسد اقتصادی از همینجا شروع میشه دیگه یه اردمان بنده خدا عاشق شده. یعنی منم انداختم اینو تو کار بنده خدا. آقای نادر خان سر توالت نشد سایزه من که بلند شدیم چه وضعیه افتاد یه جای دیگه بعد قرار داد. اون از دیگه چاقال تکون نده برک عزیزی که میگیرید بگیر کجا رو بگیر بردار منو میسوزه این کاغذ بود شهر من دوباره بگیرم آقا بیا دیگه بیا برو کنار تو کفش ندار. اما این بار نندازی برم میگم پاشیم یه برو کنار بگیر. آقا سه توپه بازی کن عظمت خدا بگم دیگه دارم خاک تو سرت بابا. بساشی ساخته آن خیلی سکسیه بازم آقای اصلا کردن پول رو همه دیگه دارن دودر میکنن چقدر هر چی بس برو چقدر شد قیدی آقا پول من غش دست کیه چرا خیلی 1500 آقا یه صحبت واسه دوربین ما میکنی ما مخلص شماییم. ما چوکه شما قربونت برم. بالا 4 تومن بدیم نه با 4 تومن کمتر رو دادی. حالا به خاطر یاد. ارزون حساب کن فیلم تو فیلم میاد خاطر آقا به خاطر جلو دوربین آقا یاد خوب بمونه ازت دیگه ما مخلص دونه شما. 50 تومن نه حالا یه جور حساب کن که خب چند شد ما با این سیویلا داریم میگیم 4500 تخفیف دادین دیگه. خب دیگه بریم اون وقت همین لبه نگیر باز پول برید مثلا چیو ندارم من تا قیلی نکشم شما کشی شما کشی من این آبروریزی میکنه من آبروریزی میکنم این شخصیتی که می‌بینید الان پولش من ممکنه 400 تومن نفر 400 بدین چیزی دیگه بیا داداش آقا منو بگیر سیاوش 400 من تو بده دیگه من اصلا پولی نمیدم برای اینکه 2 تومن از من دودر شده هیچ هم به مرد یاد اصلا دور من خط یه بکشید تومن که من دادم 400 منو بده برو من یه تومن رو تو کیسم دانش آموز پیش دانشگاهی یه تومن هم نباشه دیگه آقا من حله برن کو به من پیچون نیما گفتم بره بیار نیما مرا بیار ببینیم اینجا ببینم بابایی برنگ 400 بده برن این 400 400 تو آره دیگه آقا جون فرق نمیکنه دیگه بده من خب اضافی بده من من 400 دارم خواهی نکشته بله 4 نفری 400 بگی بده به آقا یا این 500 بگیر آه 100 بهش این 400 هم واسه من اینا این 400 منم 500 منم بذار ندارم دیگه من میدم این چرا آبروتون رفت جلو دوربینا آقا اون پولی که دودر شده رو بدی من پول آقا ندارم 400 چیه بگی من میدم دیگه آقا کردی ها دیگه دارم فیلم میگیرم برای این 11 به 788 بزن بغل نیبو زجیه بازه کتافت بزن بغل پد هستن بوش نده یه تا یزدی از یادگاه برو هستن و چی؟ دوستان عزیز که فیلم رو نگاه میکنن سیستم صوتی ماشین محمد نگاهی گرفتیم یه بار تو اون فیلم سیستم صوتی رو گرفتیم آقا من عکس سیستم صوتی هم دارم سعید من درنگ آقا ماشین سعید الو چاکری مادر الان دیگه سنگین اصلا خوردم دیگه اصلا هم راننده بود آقای راننده روش کنم بزنم آقا پشت یه بای بای حرکتی دوربین